نور RGB 15 میلیون، 28 میلیون، 38 میلیون. چه فرقی دارن؟ اولیه ویدیو لایت 50 واته، نور بای کالر، RGB، HSI و کلی افکت های مختلف داره. علاوه بر اتصال برق مستقیم و پاور بانک، باتری داخلی هم داره. تو پکیجش چیا هست؟ خود دستگاه، رفلکتور، دیفیوزر و کابل USB. نور دوم حتی بهتره. 60 وات قدرت داره، باتریش قابل تعویض، متریال بهتری داره و یه افکت بیشتر به اسم موزیک مود داره که با صدا تعامل میکنه. محتویات پکیج خودش آداپتور و بگ، باتری، رفلکتور، دیفیوزر، کابل USB و یک کیف حمل. اما کامل ترین مدل این یکیه، همون قابلیت های قبلی ولی این بار 100 وات قدرت. یه پکیج ویژه با طراحی اختصاصی داره که شامل نور، آداپتور و بگ، باتری، مینی لنز رفلکتور، شیدر، آداپتور بوئنز، سافت باکس 40 سانت، کابل USB و یک کیف حمل میشه. هر سه تا نور از برند ژیونن و برای بودجه‌های مختلف فوق‌العاده‌ان. اسم و اطلاعات کاملشون رو تو کپشن برات نوشتم.